عیسی سخنش را دوام داده گفت: بگذار دلهایتان را غم و غصه فرا نگیرد. به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من حجره ها بسیارند. اگر چنین نمی بود، مگر من به شما می گفتم که رفته برای شما جای تیار می کنم. وقتی که من می روم و برای شما جای تیار می کنم، برگشته شما را پیش خود می برم تا در جایی که من هستم شما هم باشید. شما راه را به آن جایی که من می روم می دانید. آنگاه توما به او گفت: خواجه، ما نمی دانیم که تو به کجا می روی، پس راه را از کجا دانسته می توانیم؟ عیسی به او گفت: من راه، حقیقت و حیات هستم. هیچ کس پیش پدر نمی آید مگر اینکه فقط به واسطه من. مادامی که شما مرا می شناسید، پدرم را هم می شناسید. از امروز اعتباراً شما او را می شناسید و او را دیده اید. خواجه گفت به او: فیلیپوس، پدر را به ما نشان ده و این برای من کفایه است. عیسی در جواب گفت: من اینقدر همراه شما بودم و تو فیلیپوس مرا تا حال نمی شناسی؟ هر کی مرا دیده باشد پدر را دیده است. پس چگونه تو پدر را به ما نشان ده می گویی؟ مگر باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی را که من به شما می گویم از خودم نمی گویم. پدرم که در من است کارهای خود را اجرا می کند. به من باور کنید که من در پدر هستم و پدر در من است. وگرنه به خاطر آن کارهایی که می کنم باور کنید. به شما سخن حق و راست را می گویم. هر شخصی که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم او هم می کند. آن شخص این چنین کارهایی از آن بزرگتری را می کند، چون که من به نزد پدرم می روم. این چنین هر چی را که از نام من طلب کنید من اجرا می کنم، تا که شهرت و جلال پدر در پسر نمایان گردد. اگر به نامم چیزی را از من طلب کنید من آن را اجرا خواهم کرد.